عسلی چطوری؟ عسلی در خدمت شما با یه فیلم سوپره غمگین دیگه. ببین برق شهر رو میخوام از برق کس و شر اینا تامین کنم، یعنی دیگه استرس بی برقی رو نکشید. عسلی من منظورم به این بازیگران نیست، من این سناریو این نقشا رو دارم فش میدم. ببخشید شما نوار بهداشتی دارین؟ همین اول کار خفتش کنم بابا. آخه داداش گل من کس مغز، مگه تو مثلا میخوای کوکائین بخری؟ سلام نوار بهداشتی داری بابا؟ پریود دیگه خواهی کسچرا چیه؟ بله ساده بدم خدمت بالدار. یعنی ببین تو این همه مدت توی اکسپلو کسکش صداتو بیا پای سیافاش گوه میکنی تو لحچی خانم زیبایی داره یاد میکنی. تو این همه مدت توی اکسپلو من گشتم، لای این همه فیلم سوپرهای کسچه تا حالا خانم به این زیبایی ندیدم. من عاشق شدم. جان یه لحظه ببخشید. الو من 100 بار به تو نگفتم واسه این آتش خاله منو نفرست بیرون؟ کل این داروخونه دارن به من میخندن. یه ساده میخوای یا بالدار؟ ببخشید همون بالدار لطفا. خب چه برندی بعد نظرتونه؟ ای بابا نمیدونم یکشو بده برم فقط. بابا عزیزم دورت من سلامو نمیخوام ببر قربونت برم. چقدر این خوشگله آخه. بابا بده چی ببره دیگه. خب ول کن دیگه. این ساده بدم بالدار بدم پمبریز بدم پارمیز بدم بابا ول کن دیگه. خانم لطف کنید دو بسته مواد بهداشتی بالدار به من بدید. چه برندی مد نظرتونه؟ بهترینشو بدید چون خانم میذاره حساس. آخه بابا چه کسچریه میسازی ناموسم. بری نوار بهداشتی بخری از داروخونه من کنارت باشه اون زنه برگرده بگه چه برندی بدم بگی خانومم حساسه بگه کسه چوب میشه بابا خار کسه چوب میشه. داداش بذار آروم‌تر. چی آروم‌تر؟ همین نوار اینا زشته. وایسا می‌زنی برای چی مرد حسابی؟ مگه از کار خودت یا بقیه عادت ماهانه نمیشن؟ این نمیشن بعد براشون دکتر رو تدوین. آخه بابا ناموسن این چه کسشریه. یکی اومده انگار می‌خواد کوکائین بخره بکنه تو مشام بشکی، اون یکی انگار اومده ماست بخره با سفید. بابا بردارید ببرید دیگه بیر تو زنه جفت تو. من واسه این چیزا نمیگم. کلا زشته در مورد این چیزا حرف زدن. نظرتو برای خودت نگه دار. من نمیدونم چرا در مورد چیزایی که خیلی طبیعیه این دستمال کاغذی میذاره با سر کار داری بعد خجالت بکشی. اون چیزی که نشون سلامتی نه مریضی. این دید مریض تو عوض کن. آقا شما دوست داری مثلا عباس آقا بقال سر کوچه بدون زن امشب کسش اوف شده دیگه؟ آخه دلیلی نمیشه همه بخوان جا بدن. آی بلند زن را یه هفته پریاده نمیتونه بده. گیر داده از من رو پریادی. چرا اون بره بوم نیفتی بابا؟ اون بره بوم نیفتی کیر کردی تو اکسپلو رفت دورت بگم. اوی خودی نیازی دا دیگه با اینا ویدیو بازی نکن. تو رو عباس از این رو پشمکن فقط تو بازی کردی.